این نتیجه همکاری های فرهنگی، این نتیجه مشترکات فرهنگی زیادی که میان دو کشور و دو ملت از قدیم الایام وجود دارد است. اگر من بخوام میان همه واژه‌هایی که حکایت از اشتراک فرهنگی دو ملت میکنه یک واژه رو انتخاب کنم، باید بگم زبان فارسی. و همین مشترکات باعث شده که این فیلم نیز روی اکران بیاره و ما امروز شاهد رونمایی از این فیلم گردیم. زبان فارسی گویاترین واژه‌ای است که میتواند پیوند دو ملت رو بیان کند. مدیران محترم آی فیلم این فیلمنامه رو به ما دادن. ما فیلمنامه رو مطالعه کردیم، دیدیم در حوزه خانواده است و برامون جذاب بود و ورود کردیم به حوزه سرمایه گذاری، چون میگم عرض کردم بیش از یک دهه با رسانه داریم فعالیت میکنیم و اصلا حوزه رسانه برای ما جذابه. این برای من یک ارزش بود که بتونم توی کشوری فیلم تولید بکنم که هم زبانشون، هم فرهنگشون و هم آداب و رسومشون خیلی شبیه ایرانه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، به نام آنکه زبان را نه فقط برای سخن گفتن بلکه برای همدل شدنمان بخشید. امشب در کنار همیم تا نه تنها شاهد رونمایی از یک اثر سینمایی باشیم، بلکه برگ دیگری از تاریخ دیرینه برادری ایران عزیز و تاجیکستان عزیز رو رقم بزنیم. دو ملتی که ریشه هاشون در یک خاک فرهنگی رویدن، به زبانی یکسان شرح حال میکنن و قصه های مشترک در حافظه جمعیشون میدرخشه. از فرغانه و بدخشان و زرفشان تا هیرمند و شیراز و اصفهان با همین. این پیوند هزاران ساله در گذر روزگار هرگز به خاکستر فراموشی ننشسته و امروز هنر و خاصه سینما بار دیگر این رو شعله‌ور کرده و با رونمایی از فیلم سینمایی ماهی در قلاب، اولین تولید مشترک بین المللی شبکه آی فیلم، معاونت برون مرزی صدا و سیما و سرمایه گذاری بخش خصوصی یعنی شرکت شتاب دهنده پژوهش محور سیما کالاپویا یا سیکاپ با هنرمندان و سرمایه گذاران تاجیکستانی درخششی دوباره پیدا کرده. خواهش میکنم تقدیری بسیار شایسته از جناب آقای دکتر غلام علی حداد عادل به عمل بیاریم. سلام عرض میکنم به جمع ارجمند حاضر که در یک مراسم فرخنده‌ای شاهد نمایش نخستین فیلم سینمایی مشترک میان دو کشور دوست و برادر و همکیش و همزبان ایران و تاجیکستان هستند. حکایتمون حکایت همون بیت فروغی بسطامی است. گفت با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. یک دریا مضمون و موضوع برای انواع کارهای هنری بین دو ملت وجود داره. شما اگر برید تاجیکستان سفر کنید در شهر دوشنبه،
هیچ احساس نمی کنید که به یک کشور بیگانه سفر کرده اید. در هوای ایران تنفس میکنید. تاجیک‌ها هم وقتی میان به ایران همین حس رو دارن، انگار در هوای تاجیکستان تنفس کردند. و بنده در عین حال که تأسف میخورم از این که چرا تولیدات مشترک هنری نظیر فیلم‌های سینمایی مشترک بعد از 34 سال از شروع روابط رسمی حالا به ثمر رسیده، باز هم خوشحالم که چنین اتفاقی افتاده. آخرین سخنم با الهام از اسم این فیلم که ماهی در قلابه این است که ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. انشاءالله که شاهد برنامه‌های روزافزون بیشتری بین دو ملت باشیم. دعوت میکنم از سفیر محترم تاجیکستان در کشورمون جناب آقای نظام الدین زاهدی، با صدای دستان گرمتون خواهش میکنم ایشون رو همراهی بفرمایید. خدا را شاکرم که امروز روز فراق نیست، امروز روز به هم آمدن است، روز محفل دیداری تاجیکستان و ایران است، روز انس و مودت و الفت معنوی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران است. ما دو ملتی هستیم که مشترکات زیاد فرهنگی مثل مشترکات زبانی، تاریخی، فرهنگی، دینی به هم پیوسته است و این مشترکات از عمق تاریخ سرچشمه می گرفته است و بزرگان شرافتمند ما این مشترکات را به ما به ارث گذاشتند و وظیفه جانی و وظیفه مقدس ما امروز این است که این مشترکات را گرامی داریم، اینها را تحکیم ببخشیم و به آینده باز به میراث گذاریم به آیندگانمان. ما باید از این ظرفیت‌های بی‌حدود و بلانهایه به نفع روابط دو کشور استفاده کنیم و اون برنامه فاخر فرهنگی که امروز دوستان ما اینجا تهیه کرده اند و من با استفاده از این فرصت به همه دست اندرکاران این برنامه اظهار سپاس میکنم. یکی از نمونه های بسیار عالیش همین فیلم مشترکی تاجیکستان و ایران است. بار دیگر به همه اونهایی که اینجا حضور دارد این برنامه فاخر فرهنگی را تبریک میگویم و امیدوار هستم که پس از این برنامه های بعدی نیز ما را انتظار خواهد بود. برای توجهتان تشکر. سلامت باشید. بریم به استقبال رئیس محترم رسانه ملی جناب آقای دکتر پیمان جبلی که مسلماً این فیلم هم در راستای روی کرده ایشون و مدیریت کلان رسانه ملی تولید شده. خواهش میکنم که خیلی خیلی ویژه به افتخار آقای دکتر جبلی عزیز دست بزنید. رسانه ملی مایه افتخاره که در کمتر از یک سال دو تولید مشترک، یکی در حوزه سینما، یکی هم در حوزه مجموعه تلویزیونی دیدنی و پرمخاطب پایتخت 7 رو شاهد بودیم در طول کمتر از یک سال و دیدیم استقبال بسیار شایان و گسترده مردم عزیزمون رو از این همنشینی شیرین و زیبای دو خانواده ایرانی و تاجیک در مجموعه پایتخت 7 و همون زمان وعده دادیم که کارهای مشترک بیشتری رو با
مردم خوب و هنرمندان تاجیکستان انشالله در قالب‌های مختلف داشته باشیم. این اثر با مشارکت بخش خصوصی فیلم ماهی در قلاب به یک داستان فاخر و یک داستان ارزشمند مبتنی بر ارزش‌های انسانی پرداخته و حتما ذائقه مخاطبان هم در ایران و هم در تاجیکستان از این نوع رویکردهای محتوایی استقبال میکنه. ما هم در رسانه ملی وظیفه خودمون میدونیم که از هنر در همه اشکال و در همه قالب‌هاش اونچه که به محتوای فاخر، به محتوای اصیل و محتوای سالم که مورد نیاز جامعه امروز ما هست میپردازه حمایت بکنیم و هر آنچه که در توان داریم برای گسترش این نوع هنر به کار ببریم. باز هم تشکر میکنم از اینکه امشب شاهد این اثر سینمایی هستیم که اگرچه به ظاهر یک کار مشترک بین المللی نام گرفته، اما این هم یکی از ظرافت و نکات قابل توجه این کار مشترک بین المللی هست که به زبان فارسیه. یعنی کار بین المللی که به زبان فارسی هست و فارسی بودن این اثر مشوق ماست هم در ایران و هم در تاجیکستان توجه به فرهنگ و میراث مشترک فرهنگی که زبان فارسی قطعاً یکی از اونهاست و یکی از شیرین ترین و جذاب ترین این میراث فرهنگی مشترک بین ما و کشور تاجیکستان و ملت تاجیکستان هست. مجدداً تشکر میکنم از همه شما. خیلی متشکرم. شرکت پژوهش محور سیما کالاپویا، شتاب دهنده سیکاب، با بیش از 10 همکاری با رسانه ملی گام بزرگی در تولید و تجاری سازی اختراعات و محصولات نوآورانه برداشته است و محصولاتی با کیفیت در شأن ایرانیان عزیز عرضه داشته. ما در سیکاب طی این سالها با خلق برندهایی چون چرم کیهان، پاکتیوان، سرملینا و آربیانا از بستر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم بودیم و امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که ما بیش از 4000 فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده ایم و همه این دستاوردها بدون حمایت و همراهی رسانه ملی میسر نبود. اکنون نخستین قدم سیکاب در صنعت فرهنگی کشور با نگاه ویژه معاونت برون مرزی و شبکه آی فیلم تولید اثر مشترکی با کشور تاجیکستان است. فیلم بین المللی ماهی در قلاب که به زودی بر پرده سینمای ایران و جهان خواهد درخشید. همه در کنار هم برای سربلندی ایران عزیز. بفرمایید آقای کاوه، مدیر محترم آی فیلم. سلام، وقت شما بخیر. خیلی نمیخوام مصدق اوقات بشم، فقط عرض بکنم ما در معاونت برون مرزی یک شانسی داریم. آقای دکتر نوروزی افقهای بزرگی رو برای ما ترسیم میکنن. آقای شمسی بزرگوار فرصت مغتنمی رو در پی این افقهای بزرگ به دست آوردند و ازش استفاده کردند که جاشون در جمع ما خالیه، مأموریت هستن در شهرستان و میخواستم از ایشون یاد بکنم. من هم سعی کردم تمام تلاشم رو بکنم. متشکرم از بخش خصوصی که زحمت کشیدند و در این کار سرمایه گذاری کردند و همچنین از بزرگان و برادرانم در دافیلم که از کشور تاجیکستان دست به دست هم دادیم تا این کار رو به نتیجه برسونیم. این کار اولین قدم برای کارهای آتی هست که بین دو کشور انجام خواهد شد. ما در راستای سند تحول سازمان صدا و سیما قصد داریم که
آثار دیگری رو با کشورهای دیگه به صورت مشترک تولید بکنیم. مطالعات همه اینها در طول 1-2 سال گذشته به نتیجه رسیده و انشالله یک به یک شاهد به اصطلاح کلید زدن این آثار خواهیم بود. متشکرم. به حال سرمایه‌گذار ایرانی این کار و رئیس هیئت مدیره سیکاپ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت حضار گرامی. خدا رو شاکرم که این فیلم ماهی در قلاب به این مرحله رسیده و مرحله تولیدش به پایان رسیده. ما در مجموعه سیکاپ بیش از 1 دهه درگیر تولید محصولات برای خانواده ها هستیم. با پیشنهاد شبکه محترم آی فیلم وارد عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه فیلم شدیم و یک افتخار بزرگ نصیبمون شد. ما در زمانی که در تاجیکستان حضور پیدا کردیم و با مردم تاجیکستان مواجه شدیم، اصلا یک دریچه دیگه و یک فضای دیگه رو باز شد. دیدیم مردم عزیز تاجیکستان با زبان شیرین فارسی دارن از سعدی، حافظ، مولانا برای ما میخونن و بسیار مسلطن و علاقه زیادی به ایرانی ها دارن و ارتباط بسیار عالی. و اونجا واقعا متوجه شدیم که عجب کار درست و به جایی بود و این اتفاق افتاد. موضوع بعدی که به گردن ما هست مسئولیت تجاری سازی و در واقع کار اقتصادی فیلم ماهی در قلاب هستش. از این رو ما در بازار کن حضور پیدا کردیم، غرفه داشتیم، فیلم رو عرضه کردیم. در بازار بوسان کره جنوبی حضور پیدا کردیم و اونجا هم فیلم معرفی کردیم. مسئولیت بسیار سنگینی داریم و میبایست انشالله این پروژه اقتصادی بشه، نتیجه اقتصادی بگیره تا مسیر هموار بشه برای سرمایه‌گذارهای عزیز دیگه که دوستان حضور پیدا بکنن و این تیپ فیلم‌های مشترک رو در حوزه خانواده ما انشالله عرضه بکنیم. آرزو موفقیت میکنم. متشکرم. آقای مظفر بفرمایید، خواهش میکنم. سلام و درود همزبانان، همکسبان، استادان عزیز. چنانه که میبینید من با همان زبان، با همان شعر صحبت میکنم و افتخارمندم که این اتفاق برای آنکه یک فیلم تولد شود هزاران اتفاق باید درست باشد که یک فیلم تولد شود. وقتی امروز در این جلسه حضور داشتم من چند مراتبه اشک ریختم برای آنکه همیشه ما میگوییم کشور تاجیکستان و ایران برادر است، دوست است، هم فرهنگ است. من در تولید همین فیلم عملاً این چیز را دیدم و طول 15 سال با کشورهای زیاد همکاری کردیم، فیلم تولید کردیم، اما این گونه که در فیلم ماهی در قلاب ما با دوستان برادران ایرانی فیلم آفریدیم، این گونه ما همدلی را بار اول دیدیم. ما هرگاه من از دوشنبه به تهران پرواز میکردم به هیچگاه من فکر نمیکردم که من به یک دیگر کشور، فکر میکردم از یک شهر کشورم به یک شهر کشور دیگرم پرواز میکنم. این نتیجه آن بود، نتیجه محبت آنهایی بود که برای تولید این فیلم واقعا هم صمیمانه در بر ما بودند. وجود من پر از محبت است. امروز وجود من فقط سپاس گفتن است و من خدا را شکر میکنم که این دوستی سیاست خردمندانه دو حکومت کشور عزیز این امکانیت را داده است و من همچون ایجادکار خودم را وظیفه دار می‌حسابم، خودم را به خودم قرض میدانم، فرض میدانم که از این امکانیت استفاده کرده برای شناختن ایرانی ها در تاجیکستان و برای شناختن تاجیکان در ایران خدمت کنیم. با همه شما تشکر زیاد. متشکرم آقای مظفر عزیز، به خدا که جان من هستی. درست گفتم؟ آقای تاجیک بفرمایید چند کلامی هم از زبان شما بشنویم از تهیه کنندگان کار.
عرض سلام و ادب و احترام. تولید این فیلم ماحصل یک اعتماد بود، اعتمادی که معمولاً شاید مدیران نخوان از اون محدوده آرامششون خارج بشن و یک کاری فراتر از کارهای روتین انجام بدن. این افتخار رسانه ملی هست که در تولید این فیلم یک کاری فراتر از روتین‌های اداری انجام شد. اعتماد شد به کارگردانی که یک ایده‌ای رو آورد، مطرح کرد، اعتماد شد به تهیه کننده‌ای که تلاش کرد این کار رو به نحو احسن تولید بکنه، اعتماد شد به شرکتی که سرمایه گذاری کرد. با افتخار دعوت میکنم تا در رونمایی از تازه ترین محصول مشترک ایران و تاجیکستان همراه ما باشید. آقای مظفر، وقتی که فیلم ماهی در قلاب اکران میشه شما دوست دارید که مخاطب با چه ذهنیتی از سالن سینما بیاد بیرون؟ فکر میکنم هر کارگردان آرزو دارد که با همین مقصد هم فیلم میبردارد که وقتی فیلم اکران میشود تماشابین از سالن سینما این فیلم دیدهش رو گرفته برد. متاسفانه در دنیا این شب و روز ما مشاهده میکنیم که هزاران فیلم آفریده میشود به خاطر تجارت، به خاطر استراحت، به خاطر فراغت، به خاطر تبلیغات محصولات ها و از بین من شاید خطا کنم فکر کنم 20% فیلم هایی که گرفته می شوند یا کم 20% نگویم برای اون که دروغ نگویم کم فیلم هست متاسفانه هست که بعد از اکرانش بعد از تماشایش فیلم با تماشابین از سالن بیرون شود و من همچون کارگردان فیلم ماهی در قلاب با آرزو دارم و امیدوارم باور هم دارم که تماشابینی که این فیلم را میبیند با خودش فیلم را گرفته میبرد. آن حسی که در این فیلم بیان میشود، آن فکری که در این فیلم گفته می شود و به ذهن تماشابین کاشته می شود، این ارزش های انسانی، ارزش های خانوادگی، مقدسات خانوادگی، ارزش های مهری نفری را که تو را آفریده است اون باید همیشه بالا باشد، با تو می رود. آیا فیلم 2 را چقدر مؤثر میتونید در همبستگی بین فارسی زبانان در ایجاد این پل‌های فرهنگی؟ درود میفرستم با آن نفری که همین فکر رو همین ایده رو تولید کردند و این تلویزیون با وجود آمد. چون در دنیای خیلی حساس مبارزه های ایدئولوژی ما باید خیلی زیاد مبارزه بریم و تلاش کنیم که ریشه هامون نسل هامون پراکنده نشود و فکر میکنم آرزوی هر یک تاجیک و فارس این است که همیشه سرجم باشد. درک شو! کی به تو اجازت داد؟ با موسونی بگونه شنی؟ کی میگوید؟ فرزند خودت را تولد کرده تربیه نما. خیلی اکت خوبی داشتی، خیلی بازی خوبی داشتی، هرچند من کل فیلم موفق نشدم ببینم، تا جایی که دیدم خیلی عالی بودین. چطور شد که اول شما دعوت شدین و شما انتخاب شدین؟ محیدین مظفر یعنی انتخاب خود محیدین مظفر یعنی انتخاب کرده بود هنرپیشه. بارها گفتم و اصلا رد کرده بودم من نقشه.
چون من فکر میکنم که نقش من نیست. یعنی من و صمد، خورشید و صمد عموما به هم نزدیکی ندارن، اما خب من فکر میکنم اینجا باوری خود محیدین، یعنی محیدین وقتی من رد کردم گفت نه من بغیر از شما کسی دیگر رو نمیبینم و باوری داد و همون باوری محیدین بود شاید که نمیدونم تا چی درجه من به صمد نزدیک شدم، یعنی کارم یعنی با کار موفق شدم. اما امروز فیلم نخست نمایی شد و اون باوری محیدین بود که یعنی فیلم به انجام رساندیم. زبانی که ما و شما گپ میزنیم باعث پیوند ما و شما شده، میراث ارزشمند نیاکان ما هسته. به نظر شما تلویزیون‌های مثل آی فیلم 2 که تلاش میکنه که فرهنگ غنی زبان فارسی را ارائه بده و همچنین پیوند دهنده کشورهای فارسی زبان باشه، چقدر تا حالا تونسته موفق باشه؟ حالا هم شما میتونین هم شما جواب. یعنی وقتی که امروز نخست نمایش شد، نخست نمایش فیلم مشترک، این علاقه موفقیت است، یعنی کار به انجام رسید، یعنی نه کاری این فیلم به انجام رسید، یعنی اولی یعنی کار مشترک امروز دیده شد. ما باید فکر من هم خیره که بالیوود ما داریم، گالیوود ما داریم، فیلم های ترکیه الان توریستیه پخش میکنن، خیلی فیموس چی میگن؟ همه نگاه میکنن اون چیزا رو تماشا میکنن. فارسی زبان ها ما هم زیادیم، استعداد فارسی زبان ها، تاریخ فارسی زبان ها، افغانستان، تاجیکستان، ایرانی بزرگ، اگر ما باید همین کار کنیم. الان که ما شروع کردیم ما باید همکاری کنیم. عبدالله جان عبدالرحیم زاده، درست گفتم؟ اما ما شما را به اسم چی میشناسیم؟ دلیر، درست است؟ خب چی شد که شما به عنوان دلیر انتخاب شدی؟ من در یک مکتب میخوندم. یک روز استاد محیدین مظفر به مکتب ما آمده، خیلی مکتب ها رو گشته، آخران به مکتب ما آمد و هم 42 مکتب اینترنت می باشه در تاجیکستان، همه اش رو گفته. آخران به مکتب اینترنتی ما آمد و از نوبین 1825 نفر من رو انتخاب کرد و ها خواستن با من دیدن که من خیلی تالنت دارم و میخواهم و آنها من رو با نقش دلیر موندن. نقش دلیر خودت دوست داری؟ دوست داشتی این نقش رو بازی کنی؟ در واقعا دوست داشتم و بعضی کاراش قین بود، بعضیش آسان، هر خیلی. خب آقا عبدالله، دوست داری بهت بگن دلیر یا دلیر یا بگن عبدالله؟ کدومش دوست داری؟ کدومش به شما معقول است؟ عبدالله که خیلی اسم قشنگیه، آخه دلیرم توی فارسی تو ایران یعنی شجاع، خیلی اسم قشنگیه. درباره آرزوهات بگو، دوست داری چه کارهایی رو انجام بدی، چه فیلمایی رو بازی کنی؟ من نمیدونم، اگر فیلم برای یکم باز کینا اگر چی با من گوین، اگر امکانیت باشد میکنم، اگر امکانیت نباشد